салому дуруд бари шакиву ба буруд. پلیس دوشنبه عثمان میرزا مرادوف بلاگری جوان را به نشر نوارهای تحقیرآمیز و استفاده از مواد مخدر ایبدار کرده است. ریاست وزارت کارهای داخلی در دوشنبه گفته است که عثمان میرزا مرادوف منتظم نوارهای تحقیرآمیز نشر میکرد و بر اساس شکایت کاربران شبکه‌های اجتماعی بازداشت شده است. به گفته مقامات هنگام بازداشت وی سرخوش بوده مواد مخدر نوع متامفتامین کریستال استعمال کرده بوده است. نظر نزدیکان بلاگر بازداشت شده به این اتهام معلوم نیست، ولی پیشتر به شرح‌های کاربران درباره استفاده مواد مخدر و این اتهام را رد کرده بود که ضد نشأه‌مندی است. صغیره گپخنه که میدونم در که جوی به عزت نفستون رسیدم خفتون کردم ببخشید. وزارت کارهای داخلی گفته است عثمان میرزا مرادوف با قرار دادگاه شاه منصور برای 15 روز حبس شده است. نوارهای عثمان میرزا مرادوف بارها در شبکه‌های اجتماعی جنجال برانگیز شده بود. سال گذشته کمیته تفتیشاتی سنت پترزبورگ روسیه این بلاگر را به صادر کردن عملهای غیر قانونی در سمت مهاجرت متهم کرده بود. او در یک نوار از مهاجران دعوت کرده بود که بلیط قلبکی دانشجویی بگیرند و با این وسیله از تفتیش مقامات روس و سپردن پتنت رها شوند. بعداً دوستانش گفتند که او جریمه و از روسیه اخراج شد.